اینجا خیلی به روند پشت سرمون کاری نداریم، برای همون من خیلی نگاه نکردم به اون پشت که بخوام بهتون نشون بدم. اینجا یه شکلی میبینیم که در حالا ابعاد یه مقدار بزرگتر من میام اینجا یه خط میندازم، میگم آقا یه خط به نظر حمایت خوبه، یعنی اینجا همونطور که میبینید قبلا هم روی قیمت یه واکنشی داشته، اینجا هم همینطور. از بالا که میام خط بندازم طبیعتا دیگه نمیتونم خط رو صاف بندازم و یک حالت اوریب به خودش میگیره. یه چیزی هم که باید بهش توجه کنید اینه که به مرور زمان یاد میگیرید که این خطا رو چطور تنظیم کنید تا هم خطاشون براتون کمتر بشه، هم این که خیلی خودتون رو درگیر نکنید که دقیق مثلا روی سایه شمع باشه یا روی بدنش. همونطور که در ویدیو اول ازتون خواستم گفتم سطوح حمایت و مقاومت رو سعی کنید بر اساس بدنه شمع ها رسم کنید نه سایه‌شون. ولی همونطور که میریم جلو شما خودتون به مرور زمان متوجه میشید که کجاها رو سایه ها بذارید، کجاها رو بدنه بذارید که بتونید راحت تر کارتون رو تنظیم کنید. خب طبیعتا ما توی این بازار نمیتونیم همیشه یک قطعیت خیلی شیک پیدا کنیم، خطوطمون رو خیلی دقیق، ولی همون تقریبی که داره برای ما اون الگو رو نشون میده، همون حالتی که مشخص میکنه که اون الگو شکل گرفته رضایت بخشه. یعنی درسته که الان مثلا از این خط ما یه مقدار این شمع ها زدن بالاتر، ولی در نهایت دلیلی که باعث ریزش قیمت میشه هنوز سر جاشه. دلیلی که الان شما بلدین، اینو یاد گرفتین، قیمت داشته می اومده رفته بالا، از یه حدی بیشتر نتونسته بره بالا، اومده پایین به یه سطح حمایت گیر کرده، خب این قابل درک. اومده بره بالا، حتی نتونسته اندازه دفعه پیش بره بالا، پس دوباره ریخته. حالا این که از رو خط ما یه مقدار بالاتر یا پایین‌تره رو ما کاری نداریم، چون دلیلش رو بلدیم. میگیم آقا دلیل اصلی ما برای اینکه میگیم قیمت بریزه این خطه که نیستش که، خود قیمته. میگیم چرا این قیمت نتونست به سطح قبلی حتی برسه. یه بار دیگه هم بهش فرصت دادیم، اومده خورده به این قیمت، رفته بالا، نتونسته مجددا به اون سطح قبلی برسه. پس مشخصا میل به صعودش داره هی کم میشه، هر دفعه هی داره تواناییش برای بالا رفتن کم میشه. خب این خط هم تا یه جایی میتونه جلوی قیمت رو بگیره، بعد از اون میگه آقا دیگه من توان جلوگیری ندارم، این خیلی قیمت اصرار داره که از من رد بشه. برای همون یه جایی به ناچار خط پایینی میشکنه و قیمت میریزه. حالا آیا من باید اینجا معامله کنم؟ خب نه، مشخصا باید منتظر یه پولبک باشم. الان نه تنها ما یک الگو داریم اینجا، بلکه خود همینجا هم یه الگو هست که قراره تو همین جلسه باهاش آشنا بشید. پس اینو میذارم همینجا باشه که دوباره برگردیم سمتش. ولی در هر صورت این قیمت وقتی ریخته دوباره بازی کرده، برگشته و حالا مناسبه برای اینکه یک سود شیرین ازش بگیریم. بر چه مبنای سود میگیریم؟ قطر الگومون رو اندازه میگیریم. میبینیم از اینجا یه مقدار بالاتر، از این قسمت تا این قسمت تقریبا 100 پیپه. آره تقریبا 100 پیپه. خب پس از اینجا هم ما انتظار داریم به اندازه 100 پیپ سود بگیریم که سود ما رو هم داده، حالا یه مقدار پایین تر هم رفته. پس حد سود من اینجا قرار میگیره، حد ضررتون هم که مشخص از کجا میذارید، خطی که دارید بر اساسش معامله میکنید این هست. اگر این بشکنه شما اشتباه کردید، پس باید پشت این باشه. روی همین هم نمیذاریم، چون قیمت میدونیم پول بک میزنه، میدونیم بازی میکنه، یه مقدار بالاتر هم میاد، پس طبیعتا یه مقدار بالاتر میریم که خیالمون راحت باشه اگر اومد قیمت بازی کرد به حد ضرر ما نخوره و ما رو از معامله بندازه بیرون. پس این هم میشه یک الگوی مثلث کاهشی که خیلی هم به درد بخوره و میتونید ازش استفاده کنید. قبل از اینکه بریم سراغ الگوی بعدی خدمتتون عرض کنم که دلیل این که این الگوها رو خیلی نمیایم 10 تا مثال مختلف در موردشون بزنیم و انواع و اقسامش رو با هم دیگه بررسی کنیم اینه که یک، الان توضیحاتی که داریم در مورد این الگوها میدیم چون سعی میکنم دلیلش رو یاد بگیرید. اول از همه نیازی نیست مثلا انقدر شکل‌های مختلف ببینید تا با خود مثلث آشنا بشید. شما با روند حرکت قیمت دارید آشنا میشید، اصلا اون مثلث رو فکر کنید بلد نیستید. میدونید که خب میل به خرید داره کم میشه، میل به بالا رفتن قیمت کم میشه، پس یه جایی به ناچار میریزه. پس وقتی شما سعی میکنید مفهومی کار رو ببرید جلو، عملا خیلی سریعتر و راحتتر درک میکنید اتفاقاتی که میفته. نکته بعدی هم اینه که جلسات حل تمرین دقیقاً برای همینه. توی این ویدیوها شما آشنا میشید حسابی با این الگوها،
بعد تمرین میکنید. وقتی که اون تمریناتتون رو با هم انجام میدیم به صورت لایو، نمونه های مختلف رو با هم میبریم جلو، خیلی بهتر همه چیز رو درک میکنید. پس اگر الان احساس میکنید که الگوها پشت سر هم داره ارائه میشه، 2 تا نکته رو توجه داشته باشید. یک، الان شما قرار نیست از این الگوها پول در بیارید. الان فقط قرار آشنا بشید، تمرین کنید تا چشتون به بازار بیشتر آشنا بشه و بتونید راحت این الگوها رو پیدا کنید. نکته دوم هم این که شما این الگوها رو چون مفهومی دارید میبرید جلو، عملاً میبینید تفاوت آنچنانی توی استفاده از این الگوها وجود نداره. اگر شما قطر این الگو میشه حد سودتون، تو تمام الگوهایی که صحبت کردیم قطر الگو میشه حد سودتون. اگر این خطه حد معاملتون هست، بر مبنای این معامله میکنید، پس حد ضرر باید پشتش باشه. تو تمام الگوها داستان همینه. اگر اینجا منتظر پول بکید، تو تمام الگوها باید منتظر پول بک باشید. پس این تشابهه باعث میشه خیلی کار واسهتون سخت نباشه. یعنی تنها کار شما این میشه که بگین آقا الگو ادامه دهنده است، پس بریم واسه ادامه روند. الگو بازگشتیه، پس بریم واسه بازگشت روند. بقیه چیزها برای شما مشابهه. برای همون مطمئن باشید در آینده وقتی که به اندازه کافی تمرین کنید، ایرادی در استفاده از این الگوها نخواهید داشت. اما بریم سراغ الگوی بعدی که الگوی بسیار شیرین و دوست داشتنی مستطیله. این الگوی مستطیل رو هم نمیتونیم همیشه به عنوان یک الگوی ادامه دهنده در نظر بگیریم. الگو بسیار الگوی جالبیه و همه جوره میشه ازش استفاده کرد. یعنی یکی از پر استفاده ترین الگوهاست. اول از همه وقتی یه الگو میشه الگوی مستطیل یعنی چی؟ یعنی همون سقف قبلی اندازه سقف بعدیه، کف قبلی هم اندازه کف بعدیه. پس عملا یک روند خنثیست. یادتون میاد تعریف روندها رو؟ سقف و کف بالاتر صعودی، سقف و کف پایینتر نزولی، سقف و کف جدید اندازه سقف و کف قبلی میشه روند خنثی، یا اصطلاحاً بهش میگن سایدویز. خب وقتی که روند داره ساید میزنه، یعنی داره خنثی میره جلو، همون الگوی مستطیل رو انگار شکل داده. حالا این قبلش چه صعودی باشه چه نزولی، ما از خود الگو میفهمیم که بعدش روند صعودی میشه یا نزولی. حالا مدل استفاده از این الگو چجوریه؟ اولش اینه که داخل خود الگو شما ازش استفاده میکنید. یعنی چی؟ یعنی همین داخل خب روند خنثیست دیگه. شما میدونید که روند خنثی میره بالا همون اندازه میاد پایین، میره بالا میاد پایین. پس وقتی یه همچین الگوی مستطیل پیدا میکنید، در کوتاه مدت میتونید این بالا بفروشید، این پایین بخرید سود کنید، دوباره بخرید رفت بالا بفروشید سود کنید، از اینجا بفروشید اومد پایین سود کنید، بخرید رفت بالا سود کنید. پس همین داخل مادامی که داره بالا پایین میره، شما میتونید معامله کنید و به سود برسید، چون میدونید قیمت در یک رنج گیر کرده، در یک مستطیل گیر کرده و همونجا داره بالا پایین میشه. حالت دوم استفادهش چیه؟ حالت دومش زمانیه که قیمت از باکس خارج میشه. اول از همه همونطور که گفتم باکس یک الگوی خنثیست، یعنی به خودی خود هیچ سیگنالی به ما نمیده که قیمت بعدش میره بالا یا میاد پایین، چه روند پشتش صعودی باشه چه روند پشتش نزولی باشه. خود این الگو هیچی به ما نمیگه. شما الان دیگه مفهومی کار رو بردید جلو. مثلا تو الگوی مثلث میدونید که آقا از پایین ثابته، از بالا هی داره کم میشه، هی داره کم میشه. خب میفهمید میلش به بالا رفتن کم شده، داره میریزه. ولی مستطیل این الگو رو به شما نمیده. میگه آقا از بالا همون اندازه میره، از پایین همون اندازه میره، بالا همون اندازه، هیچی بهتون نمیگه. پس شما هم میگی خب اشکال نداره، مادامی که هیچی به من نمیگی، من از همین بالا پایین رفتنات استفاده میکنم. ولی زمانی که اومد از الگو خارج بشه، اگر از پایین خارج شد، پولبکشو که زد، ما میگیم قیمت میریزه. اگر از بالا خارج شد، پولبک زد نتونست برگرده تو، ما میگیم میره بالا. پس عملا ما داخل این الگوی مستطیل ازش استفاده میکنیم. اصلا به جای مستطیل شما فرض کنین یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت مهم بالا پایینشه. خب ما قبلا یاد گرفتیم که وقتی از این سطح حمایتی قیمت بیاد پایین‌تر، پولبک بزنه و نتونه برگرده و بعد بریزه، ما میتونیم معامله فروش انجام بدیم. اگر هم از این سطح مقاومتی رد بشه، پولبک بزنه و نتونه برگرده، ما میریم بالا و میخریم. حالا فرقش چیه؟ فرقش اینه که اگر فقط همین یه خط رو داشتیم، یعنی همین یه خط مقاومت بود، از این ور میخریدیم ولی نمیدونستیم کجا بفروشیم. ولی الگوی مستطیل به ما میگه آقا هر وقت قیمت از من خارج شد، پولبکشو که دیدی معامله کردی، اندازه قطر مستطیل میتونی بری سود بگیری. پس در واقع بعد از این الگوی رنج ما حد سود خودمون رو هم میدونیم. به همین راحتی از یکی از شیرین ترین الگوهای بازار میتونید استفاده کنید. پس شما وقتی که این باکس رو میکشید،
یعنی همون دوتا خطی که تو الگوهای مثلث هم رسم می‌کردیم اینجا رسم می‌کنید، می‌بینید این دوتا خط موازی ان، اصلا همدیگه رو قطع نمی‌کنن، همون میشه الگو مستطیل. تا زمانی که داخل این دوتا خط داره بازی می‌کنه همین داخل ازش استفاده می‌کنیم. اینجا وقتی من بیام بخرم حد سودم کجاست؟ این بالاست. اوکی. حد ضررم کجاست؟ قیمت مادامی که داره اینجا بازی میکنه مشکلی نیست. اگر بشکنه از این بیاد بیرون یعنی من اشتباه کردم. پس حد ضرر من میاد پایینتر از این خط پایینی، از اون خط حمایت یا مقاومتی که پایین قیمته. پس اگر داخل دارم معامله میکنم حد ضررم این بیرونه و حد سودم میشه سطح حمایت یا مقاومت بعدی. اگر قیمت از باکس خارج شد معامله خواستم بکنم حد سودم میشه اندازه قطر الگو، حد ضررم هم میشه جایی که اگر قیمت به اونجا برسه اشتباه کردم. قیمت به کجا برسه اشتباه کردم. اگر قیمت برگرده داخل مستطیل یعنی من اشتباه کردم، پس حد ضرر خودم رو هم داخل مستطیل میذارم.